یه مدتی که ما فعالیتمون رو کمتر کردیم تو یوتیوب. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش شکایت از ما. بعد حالا همین آقا تو ویدیوش میگه که من فکر نمی‌کردم کسایی که راجعشون ویدیو درست میکنم انقدر بی جنبه باشن، من داشتم شوخی میکردم. اینقدر بی جنبگی دیگه در این حد فکر نمی‌کردم یه سری اینقدر بی جنبه باشه. تو این ویدیو میخوایم حواشی شکایت سیمین پورمهر از آیسان اسلامی و کیودیپای رو بررسی کنیم. پس ممنون میشم دکمه لایک رو بزنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما با خبر باشید. و بریم سراغ این ویدیوی جنجالی و پرحاشیه امروز. کیودیپای رو که احتمالاً اکثرتون اونو میشناسید، یکی از اولین یوتیوبرهای ایرانیه که ویدیوهای ریاکت و فان میسازه. البته که محتوای زیاد مناسب سن زیر 18 سال نیست. کیودیپای مدتیه که با ساختن پستایی تحت عنوان تفسیر به تفسیر اینفلوئنسرها و بلاگرها میپردازه. این صحبت‌های کیودیپای تا جایی پیش رفت که اون استرایک‌های زیادی هم از طرف این افراد دریافت کرد، اما بدون توجه به این موضوع باز هم پستای زیادی رو در این باره ساخت، تا اینکه یکی از همین بلاگرها و یوتیوبرها که کیان اسمی ازش نیاورد ازش شکایت میکنه. کیودیپای هم تو پست چند روز پیشش در واکنش به این شکایت میگه من صرفا هدفم شوخی بوده و منظور خاصی از صحبتام نداشتم و وقتی وارد این فضا میشید یکم جنبه داشته باشید. ازم شکایت شده. چه خبر؟ اسم من هست کیودیپای. رفقا یه مدتی که ما فعالیتمون رو کمتر کردیم تو یوتیوب. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش شکایت از ما. اینقدر بی جنبگی دیگه در این حد فکر نمی‌کردم یه سری اینقدر بی جنبه باشه. اینطوری فکر نمی‌کردم دیگه در این حد یه سری بی جنبگیشون بزنه بالا. فکر می‌کردم اینقدر یه سری شرف دارن. از اونجایی که کیودیپای به اکثر بلاگرها و افراد معروف یه گیری داده، اکثرا از این اتفاقی که برای اون افتاده خوشحال شدن. یکی از این اشخاص سیمین پورمهر بود. این تو استوریش می‌نویسه یه نفری رو میخوام راجبش صحبت کنم که تا به حال بهش نپرداخته بودم، اما کل کامیونیتی یوتیوب و اینستا رو بولی کرده و از زمانی که میا یوتیوبر بود براش ویدیوهای ناجور درست کرد و تا هر دختری که بگی و 1 سال پیشم از حاشیه مدگل کره گرفت و بعدش هم اومد راجب من صحبت کرد. کاری ندارم ولی الان وضعش اینه، دلم واسش به خاطر این حقارت نمیسوزه. و سیمی تو استوریای بعدیش خطاب به کیودیپای میگه فوش جنسی و ناموسی اسم شوخی نیست. این چه خبرها؟ چیکار میکنید؟ استوری قبلی رو دیدین؟ این استوری الان این حرفی میخوام بزنم اینو بفرستید واسه کسایی که کلا از این کانتنت ها درست میکنن. میخواستم بهتون بگم که برید ویدیوی این آقای کیودیپای رو ببینید، به خاطر اینکه ایده داشته باشین که شما بعد میخواین از این ویدیو درست کنید چی بگید. و در کل خواستم بهتون بگم که من خیلی آدم دلسوزی بودم، خیلی آدم دلسوزی بودم تا اینکه دیدم واقعا یه سریا زبون نفهمن. یعنی هر چی سکوت میکنی بدتر میکنن، انگار احساس میکنن مثلا تو آدم ضعیفی هستی. الان فهمیدم که نه، باید باشون مثل خودشون صحبت کنی، باید حقیرشون بکنی، باید کوچیکشون کنی، وگرنه نمیفهمن، به کارشون ادامه میدن. حالا همین آقا تو ویدیوش میگه که من فکر نمی‌کردم کسایی که راجعشون ویدیو درست میکنم انقدر بی جنبه باشن، من داشتم شوخی میکردم. فکر کن یه آدمی که میشینه جلوی دوربین بهت فحش‌های رکیک میده بگه که من داشتم باهات شوخی میکردم. حالا این آدم کسیه که تقریبا من و همه دوست رفیقایم که تا حالا واسهشون ویدیو درست کرده بهش یه دونه استرایک زدیم، یا مثلا شاید دور و بریا بهش گفتن آقا نکن، یا خیلی رفتن دایرکتش گفتن آقا بردار ویدیو تو، با پررویی تمام ویدیو رو گذاشته، دوباره هم ویدیو درست کرده. بعد اومده میگه نه من داشتم شوخی میکردم. این شوخیه؟ شوخی یعنی که تو بشی جلوی دوربین به یکی بگی که نه فلان مادره، تو فلانی، تو بیسانی، تو این کار میکنی، تو اون کار میکنی. نه اینطوری نیستش. حالا این اولیش خب وقتی بی مصرف هضم میشن. و اون در ادامه استوریاش میگه بارها بهم گفته شد که سکوت کنم و جوابشو ندم، ولی اینجور آدما منطقی ندارن که بخوای در برابرشون سکوت کنی. چشای من آبی میکنن. خب
حالا یه درسی که من توی این 2-3 ماه گرفتم، من یه سری مشاورین داشتم که من گفتن که سکوت کن، هیچی نگو، ولشون کن، اینا نمیفهمن، اینا فلان، اینا خودتو اندازه اینا پایین نیار. بابا کی همچین حرف زدی که وقتی که یه نفر میاد به تو توهین میکنه تو نباید جوابشو بدی به خاطر اینکه تو سطحت میاد پایین؟ اتفاقا باید جواب اینجور آدما رو بدی، چون اینجور آدما نه منطق حالشون نه احترام. تو خیلی راجع به چی باید صحبت بکنی؟ تو وقتی سکوت میکنی واسه محترم باید صحبت میکنی، اون آدمه فکر میکنه حق با خودشه، صداشو میبره بالاتر، بیشتر بهت فوش میده. اتفاقا آدمی که تو رو کوچیکت میکنه، آدمی که به خودش حق اینو میده که بیاد به تو توهین بکنه، باید بهش توهین کنی، باید تحقیرش بکنی. من الان یه مدتی که تصمیم گرفتم این کارو بکنم و دارم این کارو میکنم که حالا براتون در ادامه نتیجه‌هاشو میذارم. و اون در پایان استوریاش نسبت به پست شکایت کیودیپای هم ریاکشن نشون میده و مینویسه زمانی که برای مردم کلیپای ناجور درست میکردی، یکی رو به کلاهبرداری و یکی رو به همجنسگرایی و یکی رو به تنفروشی متهم میکردی. باید فکر اینجاش هم میکردی آبروی مردم شوخی بردار نیست که هر زری بزنی و بعد بگی شوخی کردم. اما با استوری اول سیمین که مربوط به شکایتش از یک بلاگر بود، همه فکر کردن که این استوری مربوط به آیسان اسلامیه که بعدش مشخص شد منظورش به آیسان نبوده. هرچند آیسان بعد از حواشیش با سیمین نه تنها ویاش کم نشد، بلکه هم در اینستا و هم در یوتیوب بازدیداش چند برابر شدن. اون حتی لوح صدکایی یوتیوبش رو هم چند روز پیش دریافت کرد، اما بعد از گرفتن این لوح اون رو پرت کرد و گفت این چیزا واسه من مهم نیست و من هنوز فعالیتم رو تو یوتیوب شروع نکردم. مادرم قسم به خاطر دانیال وا کردم، به روح مادرم قسم. اصلا خودش گفتم دانیال هر کاری میخوای بکنی بکن. گفتم دانیال من دیگه نمیدونم چی. زنگ زد به من گفت وایسان برو پست اومد. گفتم برادر یه چک الان میخواد بیاد، من 2 سال منتظرشم، حال ندارم برم پایین. چک بدهکار بودم، به یکی بدهکار بود، به من پول منو داد. پول گاییده شد داد، یعنی دیگه برام رفتم دیدم به قول شمالی‌ها این پی طلب. فکر نکنیم مثلا دارم بی احترامی میکنم، مهم نیست، نه این که به درد نمیخوره که اون باید بده طلایی بده. بابا 1.4 تریلیون اینستاگرام بابا باید کریستیانو رونالدو اینا باید شل بزنن راه برن. برادر من اگه این بخواد بده باید اینو میدادین. هرچی ما داریم کیره خر نمیدین، هرچی که ما نداریم خارکوس لو میدین. این هم شد مدرسه کارنامه آخر بدین. بگیرم لو رو پرت بکنم با اینا. به خاطر دانیال نمیخوام بکنم، الان خوابه بعد با لو اومد داره بفرستم دبی برای تو. لو میخوام چیکار؟ دانیال میگه که آیسان جان اینا رو بذار تو یوتیوبت باشه، میگه اینا یادگاری میمونه. راستم میگه دیگه، تماما برای همین کج دیگه. میبینی چیز یوتیوبر رو داره. دانیال جان اینا رو باید بندازم یا نه؟ اینا عکس طلاییش هم زده. طلایی باید 1 میلیون نفر بشیم. میدونه که کار نداشته باشم، بیکار باشم، یه نفر برادر 2-3 هزار دلار بهش پول میدم، میگم داداشم بیا این درآمد حالا پشت سر من بیا، حالا اون موقع یوتیوب رو ببینیم، لامبورگینی رو مثلا بزنم تو در، نمیدونم کارهای کسخوری با بنز بپرم. و نظر شما درباره این حواشی که بین سیمین پورمهر و کیودیپای به وجود اومد چیه؟ لطفاً برامون کامنت کنید و مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً با لایک و کامنت و سابق کانال ما حمایت کنید و همچنین زنگوله رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر باشید. دوستتون دارم بچه‌ها، ماچ به کله همتون.